و دوستان الان وسط ناکجا آباد تشریف داریم. من نمیدونم گم شدیم یا گم نشدیم دیگه، خدا اونا میدونه دیگه. یه اومدیم اینجا دیگه، یه اومدیم اینجا. اونور صدا اتوبان میاد، ولی یه ذره بریم جلوتر دیگه میریم توی دنیای موازی، مثلا صدا هیچی دیگه نمیاد. آره چقدر سردم هست، آب دماغ من ریخت. آره میشیم که اینجا به چخ سگ بریم. رسیدیم به یه آبادی بالاخره اونجا. نمیدونم کجاست، دشته نمیدونم معلومه چیه. به به چی درختی دارم. میگن که اگه دستتو بذاری رو درخت اینجوری به این شکل انرژی منفی تو رو دفع میکنه. من که حالا ما بزنیم فعلا با اون یه مدت حتی خیس هم هست چون بارون اومد دیشه و از ویوره من نزد بایری منظورم درخت رو